سلام برعکس یوتیوب. سوهیل اقتصادی هستم. بعد از 70 روز توی کالیفرنیا دیگه میخوام من مسافرت دیگه سفر کانادا رو برگردم. آقا امروز با هادی هستیم، یکی از جالبترین شخصیتی که من سال 2024 دیدم. واقعا و تو میبینیم آدمای زیادی میبینم دیگه، یعنی آدمی که اومده تو زندگی ما، این خیلی مهمه. آدمایی که مثلا میبینم این ور اون ور، خب خیلی با من مسیج میزنن و این حرفا. من با هادی شروع کردیم روی آنلاین مسیج بازی کردن و یهو من که داشتم میرم کالیفرنیا، هادی به من گفتش که اگه میخوای بیا پیش من یه دونه ایر بی ام بی دارم. بعد اومدم، در واقع ایر بی ام بی هادی به من میگفتش که سوهیل جان مهمونی و فکر نکنی ازت پول میخوام اینجا بگم که باش. خلاصه آقا هادی توی گوگل کار میکنه، مسئول کروم ساختن اینجوری که پسرش ما فهمیدیم. بسپای، آره تو بسپای میتونیم بریم پیدا کنیم. بعد خلاصه داریم میریم الان آفیس گوگل. آقا یه خورده از گوگل برام توضیح میدی، داستان گوگل چیه، چجوری اصلا کارو گرفتی؟ من چجوری گرفتم؟ من یه رفیق خیلی خوب دارم، هم کلاسیمه مثل شما. بعد با هم الان 20 خورده ای سال رفیقیم و اون موقع گوگل کار میکرد. من فکر میکرد و من یه شرکت دیگه بودم، سانتا باربارا، 4 ساعت شمال اینجاست. گفتم که و یه روز به من زنگ زد گفت که من قبلش خودم دوست داشتم گوگل، یعنی برای من مثلا یه کمپانی ایدئال بود برای اینکه جوین بشم و فکر کنم یه بار یا 2 بار خودم اپلای کردم مستقیم و در جام ریجکت دیگه. عادی هم هست خیلی ریجکت بشی، چون خب اپلیکانت زیاد اصلا رزومه دیده نمیشه. و این رفیقم به من گفت که فلان رزومتو میخوای بدی من ریفر کنم برای گوگل؟ و اسپسیفیکلی بهش گفتم نه. دلیلم هم این بود که اون موقع فکر میکردم که من هنوز آماده نشدم که اصلا به جایی برسم که داشتم میدیدم که اینا اینترویو هم بکنم، من الان آمادگی ندارم. میگن نه. بهش گفتم حالا چه زحمتی و اینا. تاش یه کلمه بهش گفتم نه، ریفر نکن. گفت باشه حالا تو رزومتو بده. گفتم باشه بیا فرستادم براش. بعد مثلا یه ساعت بعدش گفت ریفر کردم. گفتم من بهت گفتم ریفر نکن، یعنی چه کار اینا. خلاص گفت، بعد نشست هی به من گفت تو نمیفهمی این لایف تایم اپورتونیتیه فلان. من گفتم با من حال ندارم. گفت تو چی زدی اینجوری داری میگی؟ گفتم نه هیچی نزدم، ولی من فکر نمی‌کنم الان موقعیتش باشه و اینا. گفت نه تو نمیفهمی، من ریفر کردم، اینا دنبال یه آدمم به کار تو میخوره. گفتم اوکی، ولی باز جدی نگرفته بودمش. طرف ریکروتر زنگ زد و بعد آره بعد هایرینگ منیجر اینا چیز کرد، با من مصاحبه کرد یه نیم ساعت. بعد دوباره یه سبب ایمیل اومد که آقا ما ریجکت. اصلا فکر نمی‌کردم داستان اینجوری بشه. گفت که آقا آره دیگه ما دنبال یه آدم هستیم مثلا تجربهش بیشتر باشه اینا. مرسی. گفتم باشه مرسی. من دوباره رفتم دنبال کار. فکر کنم اصلا رفیقم هم نپرسید چی شد، منم هیچ وقت بهش نگفتم چی شد. بعد همون ریکروتر زنگ زد گفت اکچولی این آقا با بعد تو مثلا با 27 نفر دیگه هم حرف زده، فکر میکنه که تو هم بهتر بودی. خب اگه بخوای بیا برام مصاحبه اصلی. گفتم باشه. بعد اونجا بود که من به رفیقم زنگ زدم گفتم آقا این گرفت انگار. بعد این تو گوش من خوند که ببین کارت برو آف بگیر، 2 هفته بگیر بشین بخون دیگه، این دفعه جدی بگیر و اینا. من شاخ که تو آریدم میدم تو نکردی کاری. خب من بهش گفتم، یعنی رو حرف من اثر گذاشت، ولی میخواستم این کارو بکنم. یه نفر گفت که آقا فورس آف جولای میایم بریم کوه 3 روز. گفتم آره. کوه گوگل. و بعد رفتیم وسایل بکپک خفن خریدیم و اینا، تا حالا نرفته بودیم و بس. بعد یه درای ران هم رفتیم تمرین کردیم با بکپک سنگین. آقا ما پا شدیم رفتیم کوه. بعد مثلا یه هفته بعدش هم مصاحبه بود. ولی تو اون کوه چیز کردم، یه سری کاغذ برداشتم که اینا رو بشینم بخونم. تو کوه هم که نمیشد خون. تا اینکه روز دوم سوم بود که اینا میخواستن ادامه بدن، یه جایی رو برم برگردن، من پام تاول زد و نتونستم برم. گفتم همینجا میشینم تو چادر بالای کوه، دیگه ادامه ندادم، نشستم تو چادر. بعد یوتیوب هم دانلود کرده بودم اون چیزا رو، یه سری درس دانلود کرده بودم بخونم.
نشستم خوندم و یه اتفاق عجیب افتاد. یکی دیگه که اومده بود اون کوه، یه پسره بود در تگزاس اومده بود، پی اچ دی یه چیزی میخوند که همونی بود که اونا میخواستن. اوه مای گاد. طرفم نرد قبلا تی ایش بودم. ببین ما تو یکی از راههایی که داشتیم این کوه بالا میرفتیم و پایین میومدیم، بهش گفتم ببین کل این علمو تو 20 دقیقه به من بگو. دیگه تو پی اچ دی خوندی و اینا رو کلشو به من ببینم چی میگی دیگه. بعد این خیلی خوب بود، همه رو ریز بریز بهم گفت و گفت برمیگردم رسیدم تگزاس بهت یه پیپر ریویو هم میفرستم مثلا 10 صفحه است، اونم بخون. اونم خوندم. بعد من یکی که مثلا 20% میدونه شدم کسی که 90% میدونه تو مثلا یه روز. واو. یعنی یکی که خورده اینو برات خلاصه کارو بهت میگه دیگه، تو نمیخواد بری یه سال بخونی، اون تیکه رو یاد. خوندم و بعد درایو کردیم برای مصاحبه. شب ساعت 2 با باران رسیدم سان فرانسیسکو سمت بیریا. باران خانومش. آره باران. بعد بخشی ساعت 1 رسیدیم. بعد من تا 3 نشستم پریزنتیشنمو درست کردم. تا اون موقع درست نکرده بودم، ولی یه چیزی درست کردم که بهترین پریزنتیشنی بود که تو عمرم درست کرده بودم. یعنی it was magic. من بهش گفتم یا اینا میگن این دیوونه است یا میگن که این حرف نداره، مثل همون کارهای خودت. یا همون مثلا یه 3 تا اسلاید درست کردم کلا که اسلاید دوم 2 تا عکس بود بیفور افتر. میگفتم این شرکتی که الان هستم بیفور جوین بشم با افتر جوین بشم. بیفورش یه لب داغون بود مثلا یه سری سیم ریخته، افترش مثلا 14 تا دستگاه گنده فول مدل و اینا بودن. بعد یه نمودار داشتم پروداکشن این شرکت تو سال مثلا 2014 230 تا در سال، 2015 که این لبو من درست کردم 2500 تا در سال. یهو نمودار نشون میداد که این کارو کرده. و من رفتم خلاصه کار این که یه روز صبح تا شب اینترویو و اینا تموم شد، من اومدم بیرون گفتم من فکر کنم خیلی پوزیتیو بود. به رفیقم گفتم و بعد دیدم که آقا ایمیل تبریک و اینا اومد و چیز شد دیگه، ردیف شد دیگه اومدم. این صحبت 8 سال پیش بود. این کل داستان گوگل. حالا گوگل واقعا اونقدر که همه میگن خوب هست با اون کمپانیه که واسش کار کنه نفر؟ بذار من حرفمو بگم. تا قبل پندمیک، خب بعد پندمیک اتفاقایی که کلا تو اینداستری افتاده رو اگه اونا اینکلود نکنم، آره خیلی جای خوبیه. یعنی به نظر من تا اون موقع مثلا یعنی بهترین جایی بود که من میتونستم کار کنم و تا اون موقع هم خیلی دلیلی که خیلی طولانی میموندن تو گوگل این بود که میگفتن ما دوست داریم بریم پیشرفت کنیم ولی نمیدونیم دیگه کجا بریم، مگر اینکه کسی میخواست بیاد بیرون شرکت خودش رو بزنه، اون موقع میک سنس میکرد. ولی اگه بخواستی یه جای کار بکنی تو این ایریا خیلی خوبه، خیلی به نظر من. آره خیلی. بعد حقوقا چجوری میره بالا؟ الان که تو که 8 سال هستی چند بار حقوقات اضافه شده یا اصلا نمیشه یا زیاد میشه؟ ببین حقوق همیشه چند تا قسمت داره. یه بیس سالری داری، یه بونس داری و یه سری هم استاک داری. بونس چیه؟ بونس اونی که روز اول میدن یا روز آخر میدن یا یه کاری بکنی؟ اونی که روز اول میدن ساین ام بونسه. اون بونس کوچولی هم که یه کاری بکنی بدن بهش میگن اسپات بونس. این بونسی که من میگم بونس رو سالریته که اون تای به پرفورمنست. پرفورمنست از معمولی میتونه باشه تا above expectation و exceeding above و نمیدونم excellent و outstanding و اینا، و این میتونه بونس تو رو بین 20 تا 30% عوض کنه. 15 تا 30%. یعنی 15 بدتر حالت 15% بونس همیشه 15% رو داری. آره مثلا تا 30% میتونه اینو وریشن بکنه. ولی این بخش کوچیکی از حقوقته. یه بیست هم بیس معمولا خیلی زیاد نیست. یه بیس داری، یه بونس داری و قسمت بعدیش استاکه. استاکیه که یه دونه اولش که همیشه جوین میکنی با کمپانی میدن برای 4 سال. چقدر استاک میدن؟ یه دونه میدن، 2 تا میدن، قیمتی میدن یا خود توضیح میدی؟ قبلا تعدادی میدادن، بعدنا کردنش قیمتی. و این ممکنه برای هر کس متفاوت باشه. یکی ممکنه بهش بگن که آقا تو اوکی بیا برای 4 سالت به اندازه به $500,000 به استاک میدیم. بعد اگه اون روز حالا استاک گوگل $3,000 تقسیم میکنیم مثلا میشه چقدر؟ 20 تا 200 تا هر چقدر استاک. و بعد 4 سال خب اینا داره تموم میشه دیگه، برای 4 سال میدن. بعد هر سال اینو ریفرش میکنن، میگن حالا امسال با توجه به اکانومی و پرفورمنس تو دوباره پرفورمنس تو
ما میخوام دوباره استاک بدیم، مثلا امسال هم انقدر میدیم بعد انقدر میدیم بعد هی ریفرش که میکنن انگار انگار خوش میره بالا، اون دیگه اصلا کاری نه، اون بونس. نه دیگه اون رو میره بالا. برای همین من فکر میکنم که استاک گوگل وقتی که من جوین شدم مثلا $600 بود، الان 5 برابر شده. تو میتونستی اگه به اون دست نزنی الان اون 5 برابر شده بود. تو چیکار کردی؟ تو دست نزدی؟ من از سه تا کار مختلف کردم. سال اولی که داشتم دست دادم همه رو برداشتم به خاطر اینکه خونه بخریم. سال اول بود. آره. ما موقع برای خونه خریدم پول پیش می‌خواستم و اینا. بعد از اون به بعد جمع شد همجور رو هم دیگه. فکر می‌کنم 2 بار 2 تا خونه اینوستمنت خریدم توی کلرادو، همون لانگ ترم اینوستمنت باشه. بعد دیگه گذاشتم دوباره جمع شد. خونه کلرادو رو کش خریدی یا مورگیج؟ نه همه رو مورگیج. ولی مورگیجش رو گفتی پی آف می‌کنه. پی آف میکنه، بیشتر هم میمونه و بعداً هم که ریتا خیلی اومد پایین ریفای کردیم تازه بهترم تازه شد. این چند سال پیش یهو خیلی ریتا پایین بود قبل از اینکه کرونا بیاد اون موقع. آره. بعد دوباره جمع شد همجور موند و تا اینکه یکی خونه رو هم خریدیم یه ذره باش، ولی خب بیشتر بود چون وقتی مثلا خونه‌شو که دور زدم تو موقع گفتش که بابا I think your friend lives in a castle. دوستت توی کاخ زندگی میکنه. نه کاخ که خودت میدونی نیست، ولی خب تعداد اتاق خوابش قرار مثلا می‌خواستیم بیشتر باشه که جا داشته باشیم برای مهمون و بچه‌ها و اینا. خلاصه الان یه خونه سه خوابه به من داده تو خونه‌اش، یعنی خونه‌اش که از بغلش یه خونه کامل داده به من. اینجوری که میگه اتاق می‌خواستیم مهمون بدیم، اینجوریه که الان اتاق نره به مهمون بده، الان به جای اتاق یه خونه کامل داره. آره. کاخ. بعد اینم چی می‌خواستم بگم؟ استاک اینجوری نیست که مثلا تو بخوای همه رو بفروشی، چون همیشه هر سال بهت میدم برای 4 سال آینده، همیشه چه میدونم نزدیک بین 50 تا 75% هنوز وست نرسیده بهت. میدونی چون سال اول فکر کنم بهت دادن، بعد یه سال تو مال سال اولو داری. الان فضولی به تو استاک دلاری دادن یا تعدادی؟ اولش که اومدم تعدادی دادن، بعد وقتی این قانون عوض شد اون ریفرشرها از یه جایی به بعد عددی شد. فهمیدم. خب بعد یک کاری که میتونی بکنی اینه که آقا هر وقت نمیخوای خب الان مونده دیگه اونجا داره زیاد میشه. بعد از یه مدتی من سال پیش سویچ کردم به آتو سیل. یه چیزی هست که بلافاصله که میاد پولش میاد به حسابت، یعنی پول میشه میاد به حسابت. هر چقدر هست اون روز میفروشه. آره همون روز میفروشه. بعدا من آتو سیلش کردم به خاطر اینکه میخواستم از مزایای این استفاده کنم که از استکان وام بگیرم. یعنی از استاکی که داری مثلا یه پورتفولیو داری استاک کلی هست، تو میتونی اونو وام بگیری، رو اون وام هم به استاکت سود بدی. منتها دیدم که قانون خیلی از شرکت‌ها از جمله گوگل اینه که استاک خودتو نمیتونی وام بگیری. و من گفتم چه کاریه اگر تو $1 میلیون اونجا داری و نتونی ازش وام بگیری، اونو میاری بیرون استاک یه جای دیگر رو می‌خری که تو این فریدم داری. میتونی استاکتو بفروشی بعد خونه مثلا از رابین هود استاک گوگل رو دوباره بخری؟ مال گوگل رو نه، مال گوگل هیچ جای دیگه، ولی برای اپل رو بخری میتونی اونو نگه داری و ازش مثلا تا 60%ش وام بگیری. درسته. به خاطر همین یه جایی بعد کانورتش کردم با اتوسیل، چون که اگه بتونی اون وام رو پس بدی خیلی بهتره از اینکه اون استاکو بفروشی. اون هست وام هم داری. آره دیگه فکر کن استاکتو تو نفروخته بودی بعد خونه اول خریدی، الان همون 6 برابر 6 برابر شده بود، اونم خورد داده بودی دیگه. اونو داده بودی خونه هم داشتی. دقیقاً. هدفم این بود که از این به بعد دیگه استاکی که میخرم از بین نره. آقا تجربه تو هر لحظه یارو جینیسه، گوگل کار میکنه ولی تو هر لحظه زندگیش داره آپگرید میشه. آره. فکر نکنین ته خطی همیشه بدون احمقی. امروز صبح اومد خونه من، بعد من موقعش عصبانی بودم، همون تو اون فاصله دو تا چیز ازش یاد گرفتم تو سن 41 سالگی. موقع گفتش که من بزرگشم میترسم رانندگی کنم. من گفتم نگران نباش حتما اوکی میشی. بعد ما گفتش که بیا اینجا علی خط راه برو، حالا بپر اونور، حالا عقبی راه برو، حالا از بغل راه برو، حالا پاد به آبی نخوره. خودت بهش فرمون داد. بعد موقع همه رو کرد و بهش گفت موقع نگاه کن هیچ مشکلی نداره، چون تو همین کارا رو کردی نشون میدی آدمی هستی که میتونی چیز کنه، رانندگی کنه. بعد موقع راحت شد. خب من هم یه درس گرفتم که او از این چیزا میتونم بهش نشون بدم.
بعد اومدیم تو ماشین یه چیزی پاشا دید، مامان من نمیبینم. من گفتم مامان مهم نیست، به جهنم که نمیبینی. بعد من ازش زوم کرد با تلفن عکس گرفت، عکس رو به مامان نشون داد. یعنی میگم نه آقا تو هر درخواستی داری مهمه، بذار ببینم میتونم کمکت کنم. سعی کن همیشه خودت آپدیت کنی. کلاس‌ها معمولا توی صندلی و میز نیستش. کلاس‌ها داری رد میشی توی کوه با پای چپک زده کلاس به وجود میاد. خب ادامه بده. بلیستر رو گفتی کپک؟ تاول بود. کپک قشنگ‌تره. آره. داشتم به نام گفتم مثلا این صحنه‌هایی که می‌بینم من خودم مثلا آدم‌ها رو مثلا الان جلوم یه کوهه، بالای کوه خونه است. بعد گفتم من ما رو مثل کپک می‌بینم که روی پرتقاله. پرتقال اگه نگاه کنید بری روش زوم کنید با این بالا زیاد داره دیگه. آره. اون کپک پایینه به کپک بالایی نگاه کنم یه عکاش اونجا بود این بالا چه آقا اینجا ویوی داره از کپکای دیگه. خب پس این داستان تو بود با استاکاتو از این گوگل. آره آره. برای یه نفری که میخواد بیاد توی گوگل و آشنا نداره چیکار میتونه بکنه که بهترین حالت داشته باشه یا هیچ جایی نداره؟ داره. من دیدم که توی فیسبوک یه گروهی بود، گروه کاریابی ایرانیان نمیدونم آمریکای شمالی هم جایی. بعد من عضو بودم، دیدم اونجا یکی اومده یه پیج، یه ساب پیج گذاشته به اسم ریفرال، یا اینکه یکی رو چیز کنی دیگه. ریفرال چی میشه بهش؟ معرفی کنی. بعد اونجا اسما رو مثلا می‌نویسیم من تو کدوم شرکت هم میتونم کمک کنم به ایرانی‌ها اینا. بعد از اون به بعد دیدم مثلا شاید 20 نفر شد تا الان چیز کردم، به تو گفتم پیام دادن که آقا ما تو اون فیسبوک دیدیمت، میشه ما رو ریفر کنی؟ منم میگم آره، رزومتو بده ببینم چیه. اگه یکی بد باشه ریفر نمی‌کنی؟ من هفته پیش از ایران اومدم بعد مثلا تو مغازه کار کردم الان خواهم گوگل باشم اونم ریفر می‌کنی؟ آره. نه تو کوالیفای نمی‌کنی. نه اینجوری که ریفر نکنم، ریفر نمی‌کنم، ولی اینجوریه که من با کسی رو بخوام ریفر کنم نکنم بهش یه توضیحی میدم. بهش میگم که ببین من انقدر آدم تا الان ریفر کردم میدونم که واتساپ. آره اینی که دارین به من نشون میدین میدونم که متاسفانه به دست بالایی نمیرسه. ریکروتر همونجا یا با الگوریتم یا چیزی که میبینه نمیرسونه دست بالایی. و من دارم بهت میگم که به نظرم وقت یا تو آپدیت کن یا وقت تلف آره نکن. اینجوری وقت تو تلف نکن و مثلا این کارا رو بکن. یا یه گروهی هست، یه گروه تلگرامی هست مثلا اسمش ریکپ، یکی از دوستای من زده، کمک میکنه، ماک اینترویو میذاره، نمیدونم با هم شیر میکنن. مثلا این کارا رو بکن که شانس داشته باشی، وگرنه ریفر الکی که حالا بر من کاری نداره، فرم میکنم فرم میفرستم و وقتی رو تلف میشه. آره دیگه. آره. خب پس باید بگردی دنبال یه جایی که خودتو بتونی وصل کنی و تو اون چیزی که میخوای آپدیت باشی. حالا یه سوال، اون حرفایی که اون طرف که پی اچ دی داشت به تو زد توی کوه خیلی کمکت کرد یا ببین من فکر کنم مثلا فرق اون بود ها، بگیرم یا نگیرم، یعنی اگه اون نبود ممکن بود هیچ وقت اینجا اون نمیگه. خب بس خیلی سخته واسه گوگل کار کردن. نه سخته، یعنی باید هم خیلی نالج داشته باشی، هم باید کانکشن داشته باشی، هم باید به قول معروف درست پرفورم کنی توی اینترویو و اینا. خیلی باید بالا پایین. ولی یعنی همه کسی که تو گوگل فکر می‌کنم قدر جابشون رو میدونن. نه همه به قول خودت 95% فکر کنم آره اینجوریان که آدما میدونن که یعنی اینا، این شرکت گوگل همیشه به خودش افتخار میکرد، میگم تا قبل پندمیک اومدن میگم که میگه ما دیتا دریون کامپنی هستیم، یعنی با دیتا داریم چیز میکنیم، میشینیم مطالعه میکنیم ببینیم واقعا چی مهمه چی مهم نیست. دیتا دریون کامپنی یعنی اینکه مثلا میخوایم ببینیم یکی رو بگیریم یا نه، یا یکی بمونه اینجا موفق باشه پول در میاره به ما کمک بکنه، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. اینا رو اومدن در آوردن. بعد یه مصاحبه فقط دونستنه نیست، رفتار و اخلاق و همون سافت اسکیل و اینا هم هست که نگاه می‌کنن ببینن که کی میتونه لانگ ترم اینجا چیز بشه. واسه همین انگار تو ورودی هر کی که قرار شل بگیره خودش انگیزه نداشته باشه اینا آلردی فیلتر میشه. میدونی چی میگم؟ اینا اومده اینترویو سیستم هم پرفکت کردن، به خاطر اینترویو رو اومده هم پرفکت کرده هم خیلی سختش کرده. یعنی استاتستیکلی مثلا 15 برابر هاروارد سخت‌تره بری تو، خب به خاطر ریشیو آدمایی که اپلای میکنن با کسی که میگیره، چون هر سال 1.5 میلیون نفر اپلای میکنن برای جاب اوپن پوزیشن. واو
چند تا اوپنینگ داره در سال؟ مثلا چند هزار تا داره. خب برای همین ریشیو 130:1. قبلا که اینجوری بود، حالا نمیدونم الان. یعنی از هر 130 نفر که میکنن یه نفر یه نفر میگیرن. خب منتها این ورودیو خیلی سخت کرده به خاطر اینکه خیلی فیلترها داشته باشه ببینید که طرف واقعا با انگیزه ولی مهمترینش رو بذار بهت بگم چیه. حالا آره باید تو کار بلد باشی و اینا که اتسکیبه، ولی مهمترین چیزی که من فهمیدم براشون اهمیت داره فلکسیبیلیتی طرفه. یعنی اینکه تو مثلا داری تو این شغل کار میکنی، بعد یهو میان میگن که آقا پروژه بسته شد، یه کار دیگه بکن. چقدر راحت میتونی از اون کار دل بکنی، فردا بشینی سر یه کار جدید که هیچ چیز برات معلوم نیست. یهو تیم عوض میشه، 2 تا منیجر میرن، اصلا بالادستیت عوض میشه، جهت کاری که میکردی قبلا خوب حساب نمیشه. الان چند بار اتفاق افتاده این اتفاق؟ زیاد اتفاق زیاد. آره زیاد. منتها میگم اینا آدم خوب رو، کاندیدیت خوب رو کسی میدونن که بتونه سریع مانور بده، سویچ بده، خودش رو تطبیق بده بکار. چون هی اینا تغییرات خیلی داینامیکه اتفاقا. یهو ای آی میاد، یه همه میرن اینوری، بعد یهو چیز میشه همه میرن اونوری. یه هاردوری میخواستن بدن، یه لحظه آخر میبینن که این جواب نمیده، شات داون میکنن، میرن سراغ عینکه رو بیخیال شدن. عینکه رو اینم جزء تغییراتی. عینکه رو آوردن، نالجش رو تبدیل کردن به لنز و بعد دیدن که این تو گوگل انجام بشه خوب نیست، این باید توی کمپانی دیگه انجام شه. کمپانی اسپین آف شد یه شرکت دیگه. یعنی اول یه تیکه جدا شد وریلی یا لایف ساینسز، بعد اون تیکه عینکه شد یه شرکت دیگه که کامل اسپین آف شد یه شرکت جدا، رفت دنبال کار خودش. فهمیدم. آره. نمازخونه دارین توی گوگل؟ با نماز بخونه چیکار؟ نمازخونه یه دونه کوایت روم دارن، مدیتیشن روم، که من دیدم اونایی که پرکتیس میکنن میرن تو کوایت روم پرکتیس میکنن. آره. به غیر از مسلمون که بعد نماز بخونه، ریلیجن دیگه باید کاری بکنن سر ساعت یا نه؟ ریلیجن دیگه میدونم یه عده مثلا مدیتیشن براشون خیلی مهمه، موقع ظهر میرن مدیتیت میکنن. ولی دینای دیگه نمیگه بیاین نماز بخونید مثلا. دینای دیگه نماز خون نه فکر کنم. چه جالب. پس تنها دینی که وقت داره باید یه کاری بکنن مسلمان‌ها، همه مسلمان‌ها با آره. وقت بدن. بعد دیدم که تو بیریا که حالا بزرگتره، آدما زیادن و اونجا خب چیز دایورسیتی زیاده، دیدم که خب کافه اینجا همیشه رایگان فود چیز دارن دیگه، صبحونه نهار شام رایگان همیشه بتونن. ساعت شامایی یه سری از کافه ها رو اجاست میکنن با ساعت افطار. که مثلا یه جوری باشه که کسی که میخوام روزه میگیره مسلمونه بتونه با بقیه بیاد اصلا چیز شامش و چیزش افطارش بتونه هماهنگش. بعد غذاهای اونا رو مثلا حلال میذارن و اینا رو هم لیبل میذارن مشخص میشه. پس هنوز میتونی انقدر باهوش بشی بری گوگل ولی هنوز به توهم باور کنی. آره. توهم فقط اسلام هم نیست، همه توهم‌ها رو داریم. اسمشو میذارن دایورسیتی اند اینکلوژن. وای من واقعا آرزو می‌کنم یه روزی بیاد که غیر قانونی شه، مثل سیگار کشیدن. آره ولی خیلی سخته. چون ببین کافیه این تکس رو برداری دیگه، تکس بنفیت رو برداری، یا روی چیز تکس بذاری، روی دین. دولت شروع کنه دین رو تکس کردن، رو کلیسا تکس بذاری. آره تکس سنگین ها 75%. پول مردم رو به زور بگیری بس دلیلش چرا؟ منم باید بدی. آره دزدیم با هم دزدستی من تو کشور من داری دزدی میکنی سر مردم نداری کلا میذاری دیگه. آره منم هستم. به خود من اینجا بلندشم به مردم میگم آقا بیا من پول بدین من بهتون ماهو میفروشم، نمیام منو بگیرم میگن تو داری به مردم چرا میفروشی؟ ماهو که میتونیم ببینیم در یوسف اینا داره بهشت رو میفروشه دیگه ها. آره. خب اگه اون میتونه بهش بفروشه دیگه داره تای دزدی میکنه دیگه. منی که دارم ماها میفروشم نزدیکتر از اونم میرم زندان. اگه میخوای زندان نری بیا 75 بده به من دیگه. و منی هم که میدونم این یارو اسکول داره پولش میده به اون ناراحت نمیشم، میگم که 75 میاد پاشه مرسه بهتر داره، موقع مرسه بهتر داره، خیابون خوشگل‌تره، جونم موقع. خب آقا بس ما دیگه میریم بقیه ویدیو رو گوگل رو میگیریم تو جایی که اجازه داریم ویدیو بگیریم توی اونجا نشون بدیم تو گوگل چه خبره و اینا مثل اطلاعات راجع به گوگل از هادی عزیز. مرسی از وقت قربونه. آره بریم ببینیم. ما استاک یوتیوب بد میدیم. چی میدی؟ استاک یوتیوب بد میدیم. اومدی ویدیو تو ویدیو یوتیوب استاک داره؟
نه دیگه برای همین ما میدیم. از بین بهشت و ماه. این کمپانی که صاحب یوتیوب ماماکو. این کمپانی این ساختمان رو می‌بینی؟ Look at this building. این کمپانی صاحب چیزه. این ناهار که میدن تو کافه داریم، بعد هر روز یه فود تراک هم میارن، مثلا اگه دوست داشتی بیرون هم ناهار بخوری. این فود تراک چیه؟ امروز ایوی چارجر هم داری؟ آره ایوی چارجر هم میدن کجا. حالا امروز بلاد درایو هم دارن، اگه بخوای خونه اهدا کنی آوردن اتوبوسا رو اینجا که بتونی چیز کنی. آه چه باحال. بچه‌ها اگه این تبلیغ می‌بینید واسهتون سر رفته تقصیر ایناستا. اینا این تبلیغ می‌ذارن. آقا ایزه معلومه چیزی که می‌تونه دوباره است. Thank you. واو چه خوشگلی. ماماکا میخوام اینو اسکن کنم. Do you see this QR code? So scan it. حالا واسه اینکه دیگه دستتو به اونجا نزنی you want orange? Which one? Orange. خب دستتو بذار رو اون پور. مثلا نگهدار. برای دستتو؟ بلند کن دستتو ببینه. رستوران این بالا. حالا اینجا مایکرو کیچن اسنک ها رو فارم استریت چیه؟ بیا سالادای روز میارن، بعد میتونی اینجا بزنی بلندینگ بیاد. خیلی میزنده باید آره خرابه. مثلا یادم سالاد ماده مشتی داره. یه چیزی باحال نشد بریم اینجا برای اینکه هلسی خوردن رو تشویق کنه چیزای هلسی رو میذاره جلوشه، مثل میوه و اینا. I see I love چیزای سالمو میذاره بالا. مثل آجیل و میوه رو میذاره. بس برو بریم تو کشو. بعد هر چقدر میری پایین‌تر ناسالم‌تر میشه. اینجا اسنک‌هایی که یه ذره هلسی تره، بعد اینجاها شکلات و اینا اضافه میشه و میری پایین‌تر چیپس میشه. مواد یه کشو دیگه اون رو مواد میرسی. اگه این کی میذاره که 4 دقیقه ساخته یخچال هم نگاه کنی هلسی ها رو میذاره بالا پشت شیشه، پایین اونجایی که مات کرده پشتش نوشابه است. میخواد کمتر ببینی. چقدر باحال. این گلو واقعیه، یعنی هر چند روزه بارم یکی میاد بهشون آب میده. واو من فکر فیکه. الان اینجا چند تا داره از اینو فکر می‌کنی؟ ببین کل ساختمون 4000 تا اینا رو داره. خب حالا اینش مهم نیست، فلسفه‌شون این بود که اکسیژن طبقه رو بوست کنن. آها. مثلا بیشتر اکسیژن باشه. تو مغز یو وی لایت گذاشتن اون بالا. نه خب چجوری اینا قراره اکسیژن درست کنن؟ بهشون لایت نمیخوره. لایت بیرون میاد. همون قبوله. خیلی خوشگله خدایی. موقعم هر جا بیام سگی پیدا میکنه و همیشه اجازه میگیره دست بره. ماماکو اجازه گرفتی دیجو هست؟ He's a poodle. So beautiful. Okay, yes, I asked like باشا چند تا بسته چیپس برداشتی؟ 5 تا بانک من یه سوال چرا 10 تا نه؟ بانک من 2 تا خوردم. چرا 10 تا نه؟ بانک من عقب برمیدارم. نه میگم چرا 10 تا بر نمیداری؟ اگه کسی میخواد همه رو بر ندارم. آفرین. میگم چرا همه‌شو بر نمیداری؟ میگه یکی میخواد همه رو بر ندارن. آفرین. اینا چیه؟ اینا اتاقای کار تنهاییه؟ آره اگه بیرون میای غذا بزنی؟ نه تو آفیس اگه خودت میز نداشته باشی میتونی به اینجا کار کنی.
تو اگه حال کنی مثلا بیاری Let's see some more. ما بدون بج بریم اینجا بوق بزنه ها. Hey, Papa, I got 2 packs with one spills. I can have the Mama, other Papa, show. one. It's 7. مامان کنم پاشا بیا بریم Let's go to the mystery room. ببینیم زیر پله چیه اینجا زیر پله است I think I know what it is. It's probably nothing. Hey. The cave? Ooh, no way. That looks fun. Wow, look at this coming in. Wow, so cute. همه چی داره. Okay. So let's see where your previous raccoon got the inspiration. Hey, Mama. Look at that. این دیوار هم همین اتاق است چقدر خوشگله. این چه زحمتی کشید اینجا فقط یه قدم خوشگل کنه. میتونی برو صاف بزنی. برو عقب ببینم. این طبقه بالا یه پله دیگه. بیشتر درخت. اوه من دوباره غذا. من رستوران رفتم کمتر اینجا غذا داشتم. موریامیز. ما کجاست نشستنه. If you want, you can have a seat. I grab 2 more. برای دنبال خوراک کره خوری هم. منم برم. How cozy this place is. This is where I would check. این یخچال چقدر بالا آقا. همیشه خوب گوشه اینجا. بعد اون پایین. Let's keep going upstairs. چی داره؟ سالمی، چیز، اگ، واو. خب این رسیدیم طبقه آخر. پاشه میگه حتما باید این آشپزخونه باشه. چون 3 طبقه آشپزخونه داشت چجوری میتونی نشته باشه. بذار You haven't seen it yet. They have a bar. اینا بیاره همه بیاره لوکال اوه اینجا آبجو، فوزبال و شطرنج و سر کار خواستی بیا آبجو هم بخوری اوکی ها؟ وایناش هم Popcorn machine. Multiple. خب پاشا باز رایت. چقدر خوشحالم که من و حالی امروز بود اینجا. بیا آشپزخونه دیگه. پاشا آشپزخونه اینجاست. اگه وسایلت مثلا سیم یو اس بی چیزی خواستی یا لپتاپت سر کارت یادت رفت بیاری میتونی بیا برداری با این کار کنی لپتاپ و چیزا. آره دیگه کارتو میتونی هر جا همراهانه انجام بدی. این الان بچه‌ها به من این آخر ویدیو دیگه قربونتون برم. این فقط راجع به چیز صحبت کنم. یکی این مشروع دیدید وسط جای اداره کاری ورش مشروع گذاشته. بعد نه مثلا فقط یه الکل بیا ببر. بهترین آبجو، بهترین شرابو تو بهترین حالت، تو بهترین اتاق. یه نفر توش نبود. 1 نفر. رستوران دیدیم چقدر شلوغ بود دیگه. خیلی جالب بود. حالا قراره با بریم دستشویی ببینیم. کجا دستشویی؟ برو. من که نمیبری با خود بچه تو خواهی داریم دستشویی. به من قولایی داده شده بود. خب اینجا که میاد جیش میکنی به من گفتن که این بالا چیزایی میزنن که باید بخور باشه. Making a splash. یه تکنولوژی گذاشتن که دیگه جیش میکنی نباشه رو کفشت. این تکنولوژیشونه. دمتون گرم. مال خانم هم این خیلی بالاتر بوده واسه پسرها گوش بار. آقا برعکس دمتون گرم. من گفتم نمیشه. من سال یه بار آبجو میخورم. این امسالمو توی گوگل میزنم
به سلامتی گوگل و کارمندای گوگل. اوکی آقا اومدیم اینجا یه اتاقه همینجوری وسیله گذاشتن از 3D پرینتر گرفته تا هر چی که فکر می‌کنی که اگه مثلا خودت خواستی بری و هیچ چیزی بسازی مغلوب چیزی کار کرد بیا اینجا بتونی بسازیش. از پروگرام کردن تا پرینت بدوزی چیزی که می‌خوای رو پیرن بدوزی رو پارچه بدوزی نقشه‌شو میدی این بعد میدوزه با رنگ‌های مختلف. این باشه. فوق نگاه واسه چیا فکر کنم آقا اتاق بغلی هم اینم تیشرت تو میتونی پرینت کنی. از هر هیتاست با اینم میتونی کات کنی. سیزرش چیز دیگه دیجیتالیه که نقشه رو میبره واسه. آره ببین اینو جوجو باز. پشت این دیواره دو تا اتاقه توشون دو چرخه است. اگه بخوای مثلا بچرخی توی کمپس اگه پشتی بخوای در باز کنی دور کمپس بچرخی و آیا حالی بکنی یه اتاق باکروم و یه دونه کافی نبوده یه اتاق دیگه هم داره. سکوتر داره توش دو چرخه داره کوچیک بزرگ برقی نورمال همه چی. این واقعا یه فکر نمی‌کردم چرخ خیاطی اینجا پیدا کنم واسه یه آدم معمولی نه مثلا یکی کارش چرخ خیاطی باشه. آقا دمت گرم واسه امروز وقتی که گذاشتی با اون یاد دادی. برعکس ایرانیان گوگلرز دم همتون گرم. شاکس soy